کنیز جلو رفت و به پسر زیباروی گفت: خانم من از تو می‌خواهد که امروز مهمان ما باشی و ما را ساعتی با جمال خود مهمان کنی. به نام خدا. داستان امروز سرنوشت سفر 4 جوان زیبا و باهوش. در زمانهای قدیم 4 نفر برای رسیدن به شهری با هم همسفر شدند. اولی پادشاهزاده‌ای بود که نشان پادشاهی در چهره و اندام و رفتارهایش کاملا معلوم بود. به قول معروف عالمی در یک قبا و لشکری در یک بدن بود. دومی پسر مرد پولداری بود که از فرط زیبایی چهره ماه 2 زانو پیش اون اظهار بندگی میکرد و بسیار خوش‌لحن و زیرک بود. و اما سومی پسر بازرگانی بود، کاردان و هوشیار و روشنفکر. 4می هم پسر کشاورزی بود که بسیار قدرتمند با هیکلی ورزیده و آشنایی کامل با امور زراعی داشت. وقتی با هم صحبت شدن، از توانایی‌های همدیگه مطلع شدن، تصمیم گرفتن با یکدیگر به شهر مورد نظرشون بروند. در نزدیکی شهر اتراق کردند. به پسر برزگر گفتند: امروز خود را به تو می سپاریم تا تو با تکیه به قدرت و توان خود برای ما اسباب آسایش و خوراکی فراهم آوری. سپس در هر روز هر یک از ما به نوبت این کار را انجام خواهیم داد. کشاورززاده قبول کرد. به شهر رفت و پرسجو نمود که در این شهر چه کاری بهتر است و پاسخ شنید که هیزم با قیمت خوبی به فروش می رسد. پس به کوه رفت و پشته بزرگی هیزم فراهم کرد و به شهر رساند. فروخت و غذای خرید. به دوستانش پیوست و گفت: بر در شهر نوشتم ثمره تلاش 1 روزه غذا و قوت 4 مرد است. روز دوم به پسر مرد پولدار که بسیار زیبا بود گفتند: امروز نوبت توست، ببینیم تو چه خواهی کرد. پسر به سمت شهر رفت. با خود می‌اندیشید که چه کند و با ناراحتی گفت: اگر امروز کاری نکنم یارانم گرسنه خواهند ماند. در این اندیشه ها ناراحت به درختی تکیه داد و نشست. شبانگری از آنجا می‌گذشت. چشمش به پسر جوان افتاد و ناخودآگاه گفت: این آدمی نیست مگر فرشته‌ای بزرگوار. زن کنیز را پیش فرستاد و رو به پسر کرد و گفت: خانم من از تو می‌خواهد که امروز را مهمان ما باشی و ما را ساعتی با جمال خود مهمان کنی. برای تو ضرری ندارد. پسر جوان قبول کرد و روزی را به راحتی و شادی سپری کرد. وقت بازگشت زن توانگر 500 درهم به او هدیه داد. پسر جوان اسباب راحتی یارانش را فراهم کرد و نزد آنها بازگشت. ماجرا را بازگو کرد و در نهایت گفت: بر در شهر نوشتم قیمت 1 روزه جمال در این شهر 500 درهم است. روز سوم نوبت پسر بازرگان بود و دوستانش به وی گفتند: امروز ما مهمان عقل و درایت تو خواهیم بود. پسر بازرگان به سمت شهر رفت. در نزدیکی آب کشتی بزرگی مملو از اشیاء گرانبها پهلو گرفته بود و منزوی از سایر کشتی‌ها توجهش را جلب کرد. اهالی شهر به دلیلی از خریدن اشیاء آن امتناع می‌کردند تا صاحبش ورشکست شود. پسر بازرگان تمام اشیا را به قیمتی کمتر از قیمت اصلی خرید و در همون روز تمام آنها را فروخت. 100,000 درهم سود کرد و اسباب مورد نیاز دوستانش را فراهم کرد و بازگشت. ماجرا را بازگو کرد و گفت: در دروازه شهر نوشتم حاصل 1 روزه خرد 100,000 درهم است. روز بعدی نوبت پسر پادشاه بود. در فکر بود که چه کاری کند که به شهر رسید. دید امیر آن شهر فوت کرده و مردم به سوگواری مشغولند. گوشه ایستاد و هیچ حرکتی نکرد. دربانها وقتی او را دیدند که مشغول سوگواری نیست، به درشتی و عتاب با وی رفتار کردند. وقتی جنازه امیر را به خاک سپاری می بردند، همگان در پس جنازه راهی بودند و شیون می کردند. ولی پادشاهزاده بر جای ایستاده بود و نظاره می کرد. دربانها که آن حال را دیدند به او دشنام داده و زندانیش کردند. روز بعد اعیان شهر جمع شدند تا امیری شهر را به کسی واگذار کنند. چون امیر آنها وارثی نداشت، همین که آنها مشغول صحبت و رأی زنی در این باب شدند، دربان گفت: آرامتر به شور بپردازید، چرا که من جاسوسی گرفتم. نمیخواهم او از سخنان شما آگاه شود و حکایت خود و پادشاهزاده را برای آنها روایت کرد.
آنها تصمیم گرفتند که او را بازخوانند و به کارش رسیدگی کنند. پس پسر پادشاه را از زندان بیرون آوردند و از او سوال کردند که تو کیستی و در اینجا چه می‌کنی؟ پسر پادشاه هم برایشان توضیح داد. پدرم هم پادشاه بود و وقتی به دیار باقی شتافت، برادر بزرگم خود را پادشاه خواند و من برای نجات جانم مجبور به ترک دیار و وطنم شدم و از دشمنی و جنگ بیفایده دوری کردم. به خود گفتم عاقل کسی است که به آنچه نصیب او شده راضی باشد، زیرا که او از طریق بخت و اقبال بهره مند می شود و نه از راه تلاش و کوشش. در این بین گروهی از بازرگانان او را شناختند و در مورد بزرگی خاندانش و فضیلت و آگاهی قومش سخنانی گفتند. پس بزرگان شهر تصمیم گرفتند که او را به امیری شهر برگزینند تا رسوم پسندیده و عادات زیبای خاندان خود را تازه کرده و با ذات شریف و عرق کریم خود عدل و داد را در آن شهر برپا سازد. سپس با او بیعت کردند و پادشاهی آن شهر به سبب توکل خالص او به پروردگار و رضای او به رضای حق به او رسید. در آن شهر رسم بر این بود که هر که به پادشاهی می رسید او را سوار فیل می کردند، در شهر می چرخاندند تا همگان وی را ببینند. پس در مورد او نیز چنین کاری کردند. زمانی که به دروازه شهر رسیدند، او خط یارانش را دید و دستور داد بر سردر دروازه بنویسند جهد و جمال و عقل زمانی پاسخ می‌دهد که قضای الهی با آن موافق باشد و عبرت جهانیان حال امروز من است. سپس به قصر پادشاهی بازگشت و از امور مملکتی آگاهی گرفت. یارانش را خواند و سپس پسر بازرگان و پسر کشاورز که بسیار بازکاوت بودند را به مقام وزارت رساند. پسر زیبا را با پاداش زیاد راهی کرد تا شهر را ترک کند تا زنان مجنون زیبایی وی نشوند. سپس با عدالت و نیکوکاری به مملکتداری مشغول شد و ایامی به کام برای خود و مردمانش رقم زد. خب اینم از داستان زیبای امشب. امیدوارم که لذت برده باشین. دوستان عزیزم کانالمون رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارین که بدونیم شما از چه داستان‌هایی بیشتر خوشتون میاد.